خانم عزیز دل من، پسرم، دخترم، فاطمه، مهدی، من نمیدونم، از اینکه اینجا نشستی جوانی و واقعا مثل فاطمه مهدی خودم دوست دارم. میدونی گوش کن، این حرفا رو برادری به شما میگوید که خودش، همسرش، فرزندانش همه رو اجرا کردیم. هم مهدی و فاطمه، با اینکه فاطمه سالها در امریکا بود و 15 سالش بود اومد ایران، فارسی اصلا خوب بلد نبود، همه چی به انگلیسی خونده بود و استعدادش مثل خودم معمولی، آدم خیلی میدونی، ولی به خدا معدل پیش دانشگاهیش 20 شد، با اینکه هنوز فارسی ضعیفه و دانشگاه شریف قبول شد، لیسانس گرفت. مهدی همینطور. میخوام به شما بگم که همه رو اجرا کردم. وقتی با حرف میزنم عشق میکنم، چون اعتقاد دارم همین است، این قانون است، این راز انسان هاست که خداوند این رازها رو درست کرده و نیازهای ما با اجرای رازها محقق میشود. برو دنبال رازها تا نیازات برآورده بشه. بنابراین یالا همه چیز به اذن خداوند دست خودمونه. بلند شیم امروز با این پارادایم جدید یک زندگی الهی انسانی قشنگی رو در محضر خدا خلق کنیم و در سرای آخرت به بهشت خدا برویم. این لیاقت ماست. لذا مهمترین عادت رهبران کارآفرین ذهن خوشبینی آنهاست. اینو ازت میخوام امروز، مهمه. ذهن خوشبینی، خوشبین باش، خوشبین مادام عام باش، اصل بر خوبی انسان‌ها بذار. بد نبین، چشماتو بشور، انسان‌ها یه جور دیگه ببین. زیرا معمولاً خوشبین‌ها شادترین، سالمترین، موفقترین و بانفوذترین افراد جامعه هستند. بدبین نباش. نگو این دشمنه، این میخواد چیکار کنه، این میخواد جی من بزنه، اما از این مردا، اما از این زنا، همش ما سوء استفاده کنن. تو خدا این حرفا رو نزن. بده. اینا سرمایه های خدا در محضر تو، همه در خدمت تو هستن. You lose what you condemn. هر آنچه را محکوم کنی از دست میدیش. بدگویی انسانا نکن، چشماتو بشور، همه رو خوب ببین. میدونی فرصت ندارم اینا رو برات باز کنم، خیلی دلم میخواد که خیلی اینا مهمه. میتونی هزاران خوبی داشته باشی ولی اگر بدبین باشی یا تمام نعمت‌های خدا رو از دنیای خودت دور میکنه. این قانون خداست. یک انسان جذاب باش. دانشمندان میگن تو attractive people you must be attractive. میگن اگر بخوای انسان‌های جذاب را به سمت خودت جذب کنی، تو باید جذاب باشی. جذاب باش، عشق بورز تا جذب کنی، برای که you attract what you love و به هر چی عشق بورزی جذب میکنی. مگه میتونی با این باشه آدمایی که باورشون نداری، قبولشون نداریم، که دزدن بهشون عشق بورزی؟ لذا تمام 75 میلیون مردمان ایران را انسان‌های خوب مسلمان متدینی بدان که هر کدوم در دنیای تو مأموریتی دارن که زندگی تو را عالی کنن. اینجوری فکر کن. تمام مدیران و مسئولان و رهبران ایران را انسان‌های ولایی مؤمنی بدان که آمدن تا دنیای تو را قشنگ کنن. هر چی ازشون بر بیاد. حالا میدونی این قانون هستی. وقتی که نگاه قشنگی به انسان داری، به خدا انسان‌هایی در زندگی تو قدم میگذارند که خوبند. ولی وقتی نگاه بدی داری نسبت به آدما، میگه آدما اینجوریان، مدیران اینجوریان، مسئول اینجوریان. به خدا اگر تو رو به مدینه فاضله ببرن، بالاخره این مش آدم میان قالتاق پدرتو در بیارن. یکی زنت میشه بیشارت میکنه، یکی شریکت میشه ورشکست میکنه، یکی همسرت میشه جلو خونت گل میپاشه به جای که گل بکاره. دست خودته. این گونه انسان‌ها در وادی زندگی منشأ اثرند. لذا خوشبین‌ها به چیزهایی فکر میکنن که دوست دارن اتفاق بیفته، ولی بدبین‌ها به چیزایی فکر میکنن که نباید، دوست ندارن اتفاق بیفته. اتفاقا همونها اتفاق میفته، زیرا انسان‌ها به هر چه فکر کنن همون را جذب میکنن، دخل میکنن. لذا خوشبینی‌ها، این جمله جالبیه، گوش کنید. خوشبینی و تفکر مثبت مقاومت بدن را در مقابل انواع بیماری‌ها افزایش میده. قبول داری؟ باورت میشه؟ زین 2000 من و ما، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم، دست منه بر دهنم. زین 2000 من و ما، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیش منه. چون که من از دست شدم، در ره من شیش منه. ور بنهی پا بنهم،
هرچه بیابم شکنم، هرچه بیابم شکنم. گر طربی در طربم، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم، در حزنم، در حزنم. لطف کنی لطف شوم، لطف شوم، لطف شوم. با تو خوشم ای صنم، ای لب شکر خوش ذقنم. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هرچه نمایی بشوم، هرچه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم، پهلوی گل خیمه زنم. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ور همه خارم، ور همه خارم ز تو من. جمله گل و یاسمنم، جمله گل و یاسمنم. بسیار عالی. ماشاءالله. آری، مهندسی مجدد در زندگی. از اول میخوام زندگیمون مهندسی کنیم، از اول همه چی رو از نو، ولی ملاکمون اینه. میخوام کوتاه‌ترین راه رو به اذن خداوند بریم ان شاءالله. بهترین روش انتخاب کنیم، کمترین صرف وقت و انرژی و تفویض اختیار کنیم. یا خیلی از کارهایی که وقت ما رو میگیره به دیگران تفویض کنیم که ما بتونیم به کارهای اصلی و مهم بپردازیم. و بدانید که قبل از هر اقدامی فکر کنید و مشورت کنید. تمام انسان‌ها که در اطراف ما و با ما زندگی می‌کنند منابع ما هستند برای تولید درآمد. برای همین گفتم تیم کارآفرینی تشکیل بده و از انسان‌ها استفاده کن در دنیای قشنگ خودت و بالاترین راندمان کار در زندگی ما. لذا رهبران کارآفرین به زیباترین وجه از انسان‌ها خوب استفاده می‌کنن. برای همین عرض می‌کنم کسی رو محکوم نکن و یعنی دست میدیش. You lose what you condemn. و بدان که هر انسانی حلقه‌ای است در زنجیره موفقیت یک رهبر کارآفرین. هنر کارآفرینان این است که آدمای توانمند و عقاب‌ها رو جذب می‌کنن به فضای پرواز دست جمعی عقاب‌ها. اینه زندگیشون، اینه کارشون. پرواز دست جمعی عقاب‌ها. اردک‌ها رو حذف می‌کنن، عقاب‌ها رو انتخاب می‌کنن، پاکسازی می‌کنن فضای کار و سیستم و زندگیشون رو و انسان‌هایی رو به دایره زندگیشون بیارن که زیبا فکر می‌کنن، مثبت اندیشن، عاشقن، مؤمنن، راه خدا رو میرن، معیارهای ارزشی الهی دارن. حتی اگر کسی دیگه بخواد خطا کنه اون دش تذکر میده که نه این حرام است این راه. لذا تیم کارآفرینی از عقاب‌ها درست کنید. چقدر مهمه. این تمام داستان تیم ورک، داستان نماز جماعت، تمام این داستان‌ها که در اسلام سفارش شده است، همه همین است. آدم‌ها تنهایی کاری نمیتونن بکنن. لذا ببین در زندگی چه می‌خواهی، این توصیه است برای کارآفرینی. ببین تو زندگی چی می‌خوای، بعد از اون تشکیل تیم کارآفرینی و بعد بهش عشق بده به اون کاری که می‌خوای بکنی، عشق بهش بده. باید بهش برسم و هرگز جان نزن تا اون خلقش کنی، برای این قدرت انسان است. لذا هر کاری بخوای شروع کنی، اول ببین چی می‌خوای، بعد بهش کاملاً عاشقانه بهش عشق ورز بگو من به اذن خدا خلقش میکنم، خدا کمکم میکنه اگه به صلاح من بشه و بعد جا نزن تا اون خلقش کنی. حتی اگر اون خلق نشد چیز بهتری برای خدا برات درست می‌کنه که از اون بهتر باشه. بعد میگه خدایا چه خواستم و تو چه دادی. و این جمله خیلی الهیه که هر فضایی بر اندیشه شما حاکم باشد همان فضا بر زندگیت حاکم است. لذا فضای خدا، فضای عشق بر اندیشات، فضای مثبت اندیشی، فضای نگاه عاشقانه، تفکر الهی مثبت، همون تو زندگی بس پیدا میکنه. هر چرا هر محور توجه تمرکزت بشه. برای همین انسان‌ها کارآفرین همه کارا براش درست میشه، بعد مردم میگن چقدر خوششانس. آقا خوششانس خودشه. برای که هر فضایی که بر تفکر تو حاکمه همون فضا در زندگیت حکم خواهد کرد. لذا بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. لذا اصلاح خودمون قبل از اصلاح جامعه، اصلاح خودمون قبل از اصلاح همسر، اصلاح خودمون قبل از اصلاح فرزند.
و اصلاح خودمون قبل از اصلاح اون تیمی که داریم باشون کار میکنیم. لذا این جمله خیلی الهیه. اساس خلق یک زندگی شگفت انگیز که امروز شما دنبالشید، اساسش فقط یک رؤیاست. A compelling reason and a burning desire. در زندگی یک دلیل شورآفرین خیلی مهمه. در زندگی یک دلیل شورآفرین و اشتیاق بخش داشته باشید، زیرا دلیل شورآفرین و اشتیاق بخش جرقه‌ای در وجود شما میزند که همه وجودتان را غرق در آتش اشتیاق میکند. اینه که صبح بلند میشه میگه خدایا الحمدلله که صبح شد. میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نارم که زبونی کشم از چرخ فلک. وا که دنیای انسان دنیای پارادایم ها، عادت ها، باورها، اعتقادات، خواسته ها، نیازها، فکرشون ایناست. لذا همه وجودت غرق در آتشی می شود که این آتش مصریه. بقیه آدم هم که در تیمت هستن داغشون میکنه. هر اندازه که احساس کنید که بر زندگی خود مسلط هستید و به آن کنترل دارید، به همان اندازه احساس خوشبختی و شادمانی میکنید. لذا کنترل زندگی باید در وجود خودت باشه، نه در دنیای بیرون از خودت. کسی نباید تو رو کنترل کنه. لذا به من بگو که کانون یا مرکز کنترل زندگی شما کجاست؟ در درون خودت یا از بیرون؟ مثل عروسای خیمه شب بازی دیگران بازیت میدند. دیگران میگن چیکار کن. تو باید مشورت بکنی و شاورهم فی الامر، ولی فاذا عزمت فتوکل علی الله. ولی خودت باید توکل بر خدا کنی و بری جلو. مشورت رو بکن، ولی در نهایت تصمیم خودته که باید اعمال بشه و بری جلو. نه که هر کسی هر چی گفت هم کار انجام بدی بدون که فکر کنی. لذا رهبران کارآفرین کنترل زندگیشان در وجود خودشونه و در کار زندگی خود بسیار مسلطند و احساس خوشبختی و شادمانی میکنند. تصویر ذهنی قشنگی از خودشون دارند، زیرا تصویر ذهنی شماست که تعیین میکنه که موفق بشی یا نشی. لذا قشنگترین تصویر از خودت فکر من کیم؟ بگو من یک رهبر خلاق کارآفرینی هستم که خدا یک روز جمعه‌ای مرا